خب بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه همکاران بزرگوار. با توجه به تماس هایی که عزیزان در رابطه با اینکه چگونه میشه سیستم های دانای مدارس و سیستم های تحت داس مدارس رو در روی ویندوز های ارتقا یافته مثل 1164 بیتی راه اندازی بکنیم و باشون کار بکنیم، با تلاش بسیار و همکاری آقای ضیایی عزیز و تلاش هایی که در این مورد انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که میشه سیستم های دانای مدارس و سیستم های تحت داس مدارس رو در روی ویندوز 11 راه اندازی کرد. خب برای اینکه شما متوجه بشید میشه این کار رو انجام داد، من روی مانیتور براتون نشون میدم. مثلا این دانا اپ دانای متوسطه دوم هست. خب الان این ویندوز 11 64 بیتی هست. خب همونطور که مشاهده خواهید کرد میشه سیستم های دانای متوسطه دوم توصیفی و راهنمایی رو این قسمت راه اندازی کرد. خب میبینید که قشنگ راه اندازی شده و میتونیم از این قسمت ها براش استفاده بکنیم. خب این در رابطه دانای متوسطه دوم. بعد راهنمایی متوسطه اول هم که میبینید اینم راه اندازی شده، ببینید میشه باش کار کرد. بعد توصیفی مدارس و میبینید که سیستم های دانای مدارس در سیستم 1164 بیتی کار کرد. خب حالا میرسیم به مشکل ترین قسمت سیستم های داس. خب همونطوری که میدونید سیستم های داس در هیچ یک از ویندوز ها کار نمیکرد مگر اینکه یه تغییرات جزئی در سیستم 32 ویندوزمون انجام میدادیم، ولی در این قسمت دیگه نمیخواد انجام بدید و کافی است که نرم افزار داس باکس ایکس رو روی سیستمتون نصب داشته باشید و آیکونش رو اجرا بکنید. خب در این قسمت می نویسیم NC، اینتر رو میزنه، وارد سیستم NC سیستم میشیم و میتونیم با گرفتن Alt F1 یکی از درایو هایی که سیستم های تحت داسمون در اون درایومون هست بریم و اینتر بزنیم، وارد سیستم بشیم. خب در این قسمت میبینید که اینا سیستم های تحت داس مدارسمون هست که از دیپسالی و نمیدونم آموز 22 پی و جنیدیو و همچنین پیش و پیشگرد و نمیدونم سالی و CHL و اسکول و همه اینا سیستم های تحت داس مدارس هست که به هیچ عنوان نمیشه در سیستم های ویندوز راه اندازی کرد مگر اینکه یه سری تغییراتی در سیستم ها انجام بده. خب من میرم برای اینکه شما مشاهده کنید. مثلا پیش کارشناس مسئول منطقه‌مون هست، بخوام اینو باز کنم. خب اینتر میزنم و میتونم با رفتن به قسمت‌های مختلف و پیدا کردن فایل اگزش رو باز بکنم و میتونم جستجو هم نکنم، فقط بنویسم مثلا پیمینیو. خب در این پایین نوشتم پیمینیو و اینطور بزنم وارد سیستم بشم. با نوشتن رمزم میتونم وارد سیستم داسم بشم بدون هیچ گونه اشکالی و میتونم مثل سوابق رو و همینطور مثلا بله کار بکنم روش و
کنترل N و کارنامه رو برای من خب میاره. خب میبینید که میشه راحت در با این سیستم کار کرد. خب حالا نمیخوام چاپش کنم، خب خیر، و میتونم از این سیستم خارج بشم و برم مثلا هر سیستمی که داشته باشم. خب مثلا پیشگرد رو برم، مثلا خب PG فایل اگزش هست، میتونم از این قسمت هم پیداش بکنم، ولی خب اینجا بنویسم زودتر پیداش میکنم. خب رمزمو میدم و وارد سیستم میشم. اگه این اشکالم آورد، خب میتونیم ازش ذخیره هم برداریم. بله اینتر میشه، بله، و میتونیم بدین ترتیب از سیستممون بکاپ بگیریم. خب منتظر هستیم که سیستممون یه ذخیره‌ای برداره و از این قسمت هم خارج بشیم. خب حالا میتونم برم و مثلا چاپ کارنامه و اینا روش کار بکنم. خب به راحتی میشه در سیستم های تحت داس هم کار کرد. خب حالا میبینید راحت در کار کرد. خب من از اینجا خارج میام، چاپ نمی کنم، خارج میشم و بله، بعد از این قسمت هم میتونم با F10 خارج بشم یا کوایت yes خارج بشم و از این قسمت هم میتونم با نوشتن exit اینتر بزنم خارج بشم. خب میتونم کلا از سیستم های آموزش و پرورش استفاده بکنم. خب موفق باشید. من یعقوب گلی نژاد، کارشناس بازنشسته سنجش ورزشیابی دوره متوسطه میان دو آب با 31 سال سابقه کار و آدرس کانال تلگرام این جانب @فارسی اپل 358 با همین لینک در ایتا، سروش و واتساپ هم هستم، ایتا هم هستم. موفق و معید باشید. در امان خدا. شماره موبایل من هم هست 0914 180 43 88. موفق و معید باشید. در امان خدا.